هنوزم برای میکاپ خواستگاریت میری آرایشگاه؟ بیا بهت یه میکاپ یاد بدم که دل مادر شوهرتو ببری. با یه آبرسان اقتصادی کارمو شروع میکنم. رژگونه نیکس کرم پودرمو با دستم به صورتم میزنم تا یه کاور خیلی سبک بهم بده. هایلایتر دبال مدل ماریلو. کانتور بینیمم انجام میدم اما خیلی فیک مشخص نباشه. حالا وقتشه که پوستتو مخملی کنی. با یه بلندر نمدار 3 دقیقه روی صورتم ضربه میزنم. اگه میخوای مادر شوهرت بهت نگه که خیلی میکاپت غلیظه، کانسیلرتو حذف کن. پودر فیکس لارا مرسیر، اسکین فینیش مک، سایه کالر پاپ رنگ صورتی رو برمیدارم و رو پلکم میذارم. قهوه‌ای هم برای کشیدگی گوشه چشم. به هیچ عنوان از سایه شاین استفاده نکن چون مناسب مراسمت نیست. فرموژه پیشنهادم به جای موژه یه ریمل خیلی سبکه. ریمل ابرو با یه خط لب صورتی لبمو پر میکنم. حواست باشه که خط لبتو بیرونتر نکشی که نچرال تر دیده بشی. با این میکاپ عروس شدن تضمینیه. فقط یادت نره که وقت میکاپتو زودتر فیکس کنی.